سخن را به یکی از فعالان سیاسی، به یکی از مبارزان راه حق برادر سهراب ظفر می‌دهیم. برآمد برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا مناداری ما بیان میکنم به همه نفرایی که در اینجا حضور دارن، به یک شما و با اون نفرای دیگر هم که در هر کنج دنیا امروز صدا بلند میکنن برای آزادی مردم تاجیکستان، برای دینشون، برای نسل آینده کوشش تلاش میکنن و انشاءالله امیدوارم که کوشش تلاش شما ملت مردم را آزادی کنند انشاءالله. این روزها البته مشاهده کردن میشود که صف مبارزه روز زیادتر و قوی‌تر شده الحمدلله و هر یک قدمی که ما و شما میکنیم علیه ظلم مطمئن باشه انشاءالله این رژیم امروزه را به نیستی میبره و مردم را به آزادی. فقط متاسفانه یک تعدادی هسته که امروز خاموشی را اختیار کرده. یک تعدادی هسته که خاموشی را اختیار کرده و سببش در چی میبینین؟ میگه که بالای سر عائله ما، بالای سر پدر و مادر ما فشار میاگر ما صدا بلند کنه. لیکن شما را نمیفهمه که در صدای شما نه، در خاموشی شما خطر بالا میاد، بالای مردم، بالای پدرتون، بالای مادراتون. شخصا خودی من امروز سخنرانی برادر در می‌کنم. سال 2014 در میدان مسکو من گفتم هر کدامت که صدا بلند میکنی ضد رژیم امروزه، هر کس که مقابل رژیم امروزه است فرزند اوگهی برای او را، هر یک نفر که صدا بلند میکنی رژیم امروزه شما را فرزند اوگه حساب میکنه. نه حاصله سبب خاموشیتون است. این همجا راست ایستادگیم سبب خاموشی مون است. اگر همین خاموشی باشه فقط با یک تنگیت میگوی پدرم برادرم میگوی، چرا که امروز ما یک جمع شدگی پدر برادر. سبب خطاگی ما در چی بود؟ ما رفرندوم سال 99 را خراب کردیم. گفتیم بیا صلح و ثبات ویران نکنیم، خراب کردیم. 2003 شد ما خراب کردیم، گفتیم خوب میشود بیا گپ نزنیم صلح و ثبات. مرحمت 2016 ای پیش را بسیج غلامی در اصل سببی در اینجا بودن این رسما در چیه؟ همش برای نمی روزه، برای 22 می 2016 همه اینا سرکوب کرده شدن به همین خاطر 2016. امروز 19 می رسو یک سال پیش یک برادر جوانی ما مبارز سرافراز برنامه سرافراز نشده احسان یک سال رسو یک سال شد یک جوانی که خست جوانی 23 ساله 24 ساله برای نمی رفرندوم برای نمی روز جوانی که صدا میکرد اسلام صداش خاموش کرد. مرحله قواتو مقصود ابراهیمو نفرایی که میبینین در اینجا رسماشون همه اینا سرکوب کرده شدن به خاطر همین روز 22 روز تعدادی دیگر میگن که شما سخت گپ میزنید. ما نمیشود که طرف ظالمه که مردم ما را قتل کرده است کشته است علیه ما جنگ داره ما بگوییم بخندیم، ما بگوییم تبسم کنیم. شما میگن که درها بسته میشود، کدام درها را نگاه دارید؟ کدام درها را شما رژیم نگاه دارید؟ من امروز به این رژیم گپی ندارم، به رژیم همه گپ گفته شد، فقط باید سرنگونش کنیم. امروز گپ به مردم داریم، به نفرای داریم که آزادی میخواهند، اصلاحات میخواهند. کدام درهای بسته را کدام درها را میبندید به سخنان؟ شما ای جانبی رژیم فقط تا در برای شما گذر، یکش زندان است دیگرش قبر. یگام در دیگه طرف رژیم به شما کشوده نمیشود تا خودتون نزنید نشکنید رژیم را سرنگون نکنید آزادی را نیارید. همه نفری که سرکوب کرده شدن فقط به خاطر رفرندوم، فقط به خاطر رفرندوم. اگر که امروز خاموشی را بگیریم آینده یک رسمای پدرمون ما اینجا نمیمونه، مادر را نمیمونه، تمام ملت مردم نمیمونه. شما فقط یک چیز درک کنید که آزادی را در کدام وقت به دست میارید. ببینید حادثه که چند روز پیش در مسکو شده بود، شما تا نیستید که بدون یارا مقاومت کنید، روی
پستید استاد کنید. برای چی کار شما نمیتونید در وطنتون بکنید؟ برزیدی که شما را هر روز میکشندون. وقتی که 3 نفر کشتن شما در رسانه‌ها می‌نویسید که فلان ملت فلان جامعه ما را کشت. برای چی ما را در داخل وطن ما نمی‌کنیم که هر روز ما را میکشن؟ پس ما میتونیم استفاده. برای چی کار در وطن خنوزی ظالم نمیکنه؟ یا که ای ظالم با عدالت نگاه داره. شما باید مبارز باشید. مردم مظلوم تاجیکستان فرق بین غلام بین مبارز در چی است؟ شما میرین نزد سفارتخانه میبروین شما را ظلم میکنن، برای شما گپ میزنن، تهدیدتون میکنن. فرقش در یه وقتی که مبارزا میان مثل برادرها اونا دراشون بستگی است، نفسشون نمیبروید. یا هم یک شاخه‌های ظالمی هست یا هم دست ظالمان در مشتگی هست. این رژیم امروز بله اصونه هر یک قدمی که صدا بلند میکنیم در پی قتل کشتاری تو میزنن، کوشش تلاش میکنن که ترا نابودت کنن. بله اینا برادرایی که امروز در زندانن، چقدر نفرها را در 2015 حادثه کشتن. عمر علی قوت مقصود چقدر کردن؟ برادر جوانی ما با تکرار میکنن سرافراز عالم مفروض امروز تا این روز از یک خبری نیست. این رژیم میخواه فقط ما را سرکوب کنه، ما را بترسونه، میگه خطا میکنه، ما را هر چند ظلم میکنه، میزنه، میکشه، تای خاک میکنه. ما مثل هم دونه گندمه تای خاک ما میکنیم، مونش میزنیم، میبرویم. یک تای ما را نابود میکنیم، 100 نفر دیگه نفرت بده پیدا میکنه، از این جیا میکنه. ما مثل هم دونه گندمه ما را تای خاک میکنیم، مونش میزنیم، میبرویم، 100 تا زیاد میشه. برای همین ما را بیخوده ترس نده. ای خطر ای مرگ ما را ترس نده. فرق در اوه که خطر ما را انتخاب کردگی نیست، خودی ما خطر انتخاب کردگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.